أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. خب، این موضوع درس امروز است. یعنی چه؟ یعنی باب نو است. یعنی باب در مسئله باب فضل الاختلاط بالناس، یعنی باب در مسئله فضیلت و بزرگی اختلاط با مردم، یعنی همنشینی با مردم. اختلاط یعنی همنشینی، در بین مردم بودن. یعنی این هم فضیلت دارد. یعنی فقط این نیست که ترک و کوها بره، بلکه با مردم بودن فضیلت دارد. این هم همچنین. و حضور جمعهم، و اشتراک کردن در نمازهای جمعه یعنی در جمعه هایشون، رفته در جمعه ها اشتراک کردن. و جماعاتهم، در جماعت هاشون همراه بودن، یعنی در نمازهای جماعت، یگان کارهای جمعیتی، یگان دیها و قشلاق شهر که میکنن در اون کار شریک بودن. و مشاهد الخیری، و در مجلس های خیرشون همچنین همراه بودن. و مجالس ذکر معهم، و همچنین اشتراک کردن در مجالس ذکر، یعنی در نشست های ذکری که انجام میدهند. و عیادت مریضهم، یعنی که عیادت بیمارهایشان، بیمار که شدن عیادت کردن اونها، خبر گرفتن بیمارهایشان. و حضور جنائزهم، یعنی تشییع جنازه کردن، حضور کردن در یگان تشبیه میرد در نماز جنازه هایشان. و مواسات محتاجهم، همچنین همدردی کردن با محتاج ها، یا مواسات به معنی کمک کردن، و کمک کردن انسان هایی که محتاج است. و ارشاد جاهلهم، و راهنمایی کردن انسان هایی که جاهل هستند، یعنی جاهل ها را راهنمایی کردن، یا چیز حلال و حرام بودنش فهمیدی دیگرها را فهماندن. و غیر ذلك من مصالحهم، و غیر اینها از دیگر کارهای مفیدی که وجود دارد، مصلحه‌ای که وجود دارد، مثلا که فایده هایی که وجود دارد، اونها را همچنین انجام دادن. لمن قدر على الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. اما یعنی که راهنمایی کردن انسان های جاهلشون، مقصد امر معروف کردن، برای همه شرط نیست. برای کی شرط است؟ لمن قدر، کسی تواناییش داشته باشد. لمن قدر یعنی کسی توانایی امر معروف علی الامر معروف و نهی منکر داشته باشد، پس گردن اون انسان حتمی است که امر معروف و نهی منکر بکند. و قمع نفسه عن الایذاء، و همچنین قمع کردن. قمع یعنی منع کردن نفسش از آزار و اذیت دادن انسان ها، یعنی انسان نفس خودش باز دارد از آزار دادن دیگر را آزار نتید. و صبر علی الاذى، و اون انسان صبر کند در آزار و اذیت. اگه در بین مردم کشیدی میفراد بعضی وقتا آزار و اذیت میبینی، اما صبر بکن. خب، اکنون در همین مسائل صاحب کتاب برای ما میخواد یک قاعده عمومی بتید و به همین سخنه این بابا به آخر برساند. میگه که اعلم ان الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته
هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخبارهم وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. میگه اعلم بدان ان الاختلاط بالناس، یعنی با مردم هم نشینی کردن، علی الوجه الذی ذکرته، به همون روشی که من براتون ذکر کردم، به همون طریقه‌ای که من براتون ذکر کردم، یعنی که در بالا گفتم امورا، هو المختار الذی کان علیه رسول الله، یعنی همین است مختار، یعنی که همین است بهترین، همین است اختیار شده ای که بود بر همین صفاتایی که در بالا ذکر کردیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فهمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین راه ده بود و سایر الانبیاء و باقی مانده پیغمبران صلوات الله و سلامه علیهم اونها هم همچنین بر همین روش بودند. و کذالک الخلفاء الراشدون، و همچنین خلفای راشدین هم همین کار میکردند. و من بعدهم من الصحابه و تابعین، بعد خلفا کسانی که بعد اونها بودن از صحابه و تابعین، اینا هم این کارا میکردن. و من بعدهم من علماء المسلمین و اخیارهم، و همچنین کسانی که بعد از صحابه و تابعین و پیغمبرا که بودن از عالمای مسلمان ها، از علما و اخیارهم، یعنی بهترین مسلمان ها همین کارا میکردن. و هو مذهب اکثر التابعین و من بعدهم، و همین روش و همین کاری که در بالا ذکر کردیم سرلوحه ده، همین مذهب اکثر تابعین، روشی اکثر تابعین و کسانی که بعد از تابعین آمدن در همین روش بودن. و به قال شافعی و احمد و اکثر الفقهاء رحمه رضی الله عنهم اجمعین، و همین قول رو همچنین گفتگی است امام شافعی و امام احمد و اکثر فقیه ها، الله از همهشون راضی باد. یعنی چی؟ یعنی که مسئله عمومی و حتمی که هست، میگه همین را همه کردگی است. یعنی پیغمبر در همین راه بود، صحابه بود، تابعین بود، علما هستند و بهترین مسلمان ها در همین راه هستند، صاحبان مذاهب در همین راه هستند. یعنی همه را ذکر کرد اما دلیل نیاورد. برای چی؟ به خاطر آنه که این مسئله یعنی که معروف و مشهور هست در بین مردم، خیر زیاد است که انسان باشد با مردم. اکنون یه آیت میورد در آخر خلاص. قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفتگی است که و تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی که در بین مردم باشید. اگر صاحب کتاب این دلیل برای اون آورده است که در بین مردم باشید، فکر نکنید که هر کاری را مردم کرد شما کردید خوب بوده است. نه، اکنون دلیل میورد که مثلا میگه و تعاونوا علی البر، یعنی یکدیگر را یاردم بکنید در کارهای نیک، و تقوا در پرهیزگاری یکدیگر را یاردم کنید. یعنی که در بین مردم بودن فضیلت دارد به شرطی که مردم به کار نیک دعوت بکنی، یاردم بکنی و راهنمایی کنی به پرهیزگاری و تقوا پیشه کنی، بعد فضائل دارد. میگه ول آیات فی معنی ما ذکرته کثیره معلومه، و آیات ها در معناهایی که میگه من ذکر کردم برای شما سلوحه ده گفته که چندین چیزها را میگه در همون سلوحه ده گفتگی مثلا موضوع ده میگه آیات ها خیلی زیاد هستند. فهمو؟ آیات ها خیلی زیاد هستند، دیگه حاجت به بیان کردنشون اینجا نیست. خب این بود فضل اختلاط و حضور پیدا کردن در جماعت. مگذاریم در باب نو. باب التواضع و خفض الجناح للمؤمنین. باب در مسئله تواضع است، یعنی در مسئله فروتنی. و خفض الجناح، و همچنین پایین آوردن جناح، یعنی با فروتنی کردن، تواضع کردن، للمؤمنین، برای مؤمن ها، که در برابر مؤمن ها، با مؤمن ها ما باید تواضع و فروتنی داشته باشیم. با مؤمن ها، نه با کافرها، نه با اهل ایمان، نه با کافرها. خب اکنون در این مسئله دلیل میارد، میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، یعنی فروتن باش
در مقابل در برابر کسانی که پیروی کردند تو را از مؤمن ها. این مؤمن هایی که تواضع، یعنی اهل ایمان ده فروتن و تواضع داشتن، الله سبحانه و تعالی امر میکنه که باید با اهل ایمان فروتن و متواضع باشیم. این یکم آیت. آیت دیگه قال تعالی، میگه گفت الله سبحانه و تعالی که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خب یا ایها الذین آمنوا، الله سبحانه و تعالی میگه ای اون کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، یعنی هر کسی که مرتد میشود از شما از دینش، یعنی هر کدام شما روی میگرداند از شما، کدام شما که روی میگردانید از دینتان، فسوف یأتی الله بقوم، پس و زودی الله سبحانه و تعالی می آورد قومی را که یحبهم، الله اون قوم دوست می دارد، و یحبونه، و اون قوم همچنین الله را هم دوست می دارد. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. اذله هستند، یعنی که فروتن هستند در مقابل مؤمن ها، با مؤمن ها فروتن و متواضع هستند. اعزة علی الکافرین، یعنی که سخت و سختگیر و شدید هستند با کافرها. با مؤمن ها فروتن هستند، با کافرها سختگیر هستند. خب سوره سوره مائده. بعد از این آیت سیم رو میرن، میگه و قال تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثى، هر ما شما رو خلق کردگی هستیم از یک مرد و زن، یعنی از مرد و زن ما شما مردم رو خلق کرده هستیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، الله سبحانه و تعالی میگه ما شما رو گرداندیم ملت ها و قبیله ها. شما را ما ملت های گوناگون گرداندیم، قبیله های گوناگون گردانیدیم. برای چی است؟ لتعارفوا، تا اینکه شما با یکدیگر شناس شوید، با یکدیگر تعارف کنید، به خاطر یکدیگر رو شناختن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر آینه با احترام ترین شما در نزد الله پرهیزگارترینتان هست. کسی که پرهیزگارتر است همون در نزد الله با اکرامتر هست. سوره حجرات. و آیت بعدی را میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که فلا تزکوا انفسکم، یعنی که شما تزکیه نتید نفسان خودتان را. مقصد از تزکیه خودتان را شما تعریف نکنید، خود ستایشی نکنید. شما خودتان را تعریف نکنید و خود ستایشی نکنید. یعنی تعریف در چی؟ در اونه که من اهل ایمان و بگم اهل تقوا و اهل پرهیز و اهل نماز و خلاص که من دیگر با درجه عالی رسیدم و خلاصه این چیزها ده من گناه نمیکنم و از همین چیزها الله سبحانه و تعالی منع میکند. هو اعلم بمن اتقا، اون الله داناتر است و کسی که تقوا پیشه میکند. یعنی که الله تقوادار را میشناسد، دیگه حاجت به ستایش شما نیست که شما خودتون رو تعریف کنید. خب این سوره نجم. بعد از این میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی و نادى اصحاب الاعراف رجالا، یعنی که فریاد کرد اصحاب اعراف مردانی را. رجال در اینجا میتونیم بگیم مردمی را نه، یعنی که هر کسی، مرد، زن، کودک، کلان کسی است، خلاصه فریاد کرد، یا بگیم کلان و بلاغت رسیدگی را فریاد کرد، مرد، زن اینها را. اصحاب اعراف کسانی که در اعراف هستند، یعنی نه در جنت نه در دوزخ، در اعراف هستند. اون اعراف در کی است؟ اون اعراف در کسانی هستند که ثواب و گناهشون برابر است. فهمو؟ در اونجا کسانی هستند که ثواب و گناهشون یک چند است، نه گناه زیاد دارن که جنت دوزخ بروند،
نه ثواب زیاد دارن که جنت بروند، پس اینها در اعراف هستند. زمین که موقتی است، بعد از این بخشش میشد و بعد شاید داخل جنت شوند، برای هم خاطر در اعراف هستند. و نادا، پس همین اصحاب اعراف، همین اعراف در بودگیا، رجالا مردمی هستند که فریاد میکنن مردم را، یعرفونهم اونها را میشناسند، یعنی همون کسانی که در دوزخ هست که اونها را فریاد میکنند اونها را میشناسند. یعرفونهم بسیماهم، یعنی که از چی میشناسد؟ از سیماشون، از رویشون اونها را میشناسد. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون، میگویند یعنی اصحاب اعراف اهل دوزخ رو میگویند که ما اغنى عنكم، یعنی که به شما فایده نرسانید. ما اغنا یعنی که بینیاز نگردانید شما را، یا به شما فایده نرسانید. جمعکم یعنی اون چیزایی که شما جمع کردید، مال و ثروتتون و فرزندداری و زنداریتون و قبیله داریتون، یگان تا اینها برای شما را فایده رسانیده نتانست. و ما کنتم تستکبرون، و آنه که شما بدید کبر میکردید، کبرهاتون هم براتون دیگر فایده رسانده نتوانست. اکنون الله میگوید که اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمتین، اهؤلاء آیا آنهایی که اقسمتم شما قسم یاد کردید، لا ینالهم الله برحمتین که الله سبحانه و تعالی با اونها رحمتش را نمیرساند، یعنی برای اهل جنت که در این دنیا اهل جنت یعنی کم بغلا و نادارا که بودن، اون انسان‌های ثروتمند و انسان‌های قبیله پرست و گروه پرست، اونها میگفتن که لا ینالهم الله برحمتین، یعنی که اینها در رحمت الله نمیرسید، بیچاره هستن، یعنی که کم بغل و نادار بودن در دنیا، میگفتن در دنیا و قیامت هم خیلی خار هستن اینا. پس اکنون همین اصحاب اعراف فریاد میکند که آنهایی که شما قسم خوردید که اونها به رحمت الله نمیرسن، اونها را الله گفته است که ادخلوا الجنت، اکنون شما داخل جنت شوید، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یعنی خوف دیگه برای شما نیست، ولا انتم تحزنون، همچنین شما اندوهگین و غمگین هم نمیشوید دیگر. فهمو؟ یعنی که دیگر خوف و ترس و هراس در دل شما نیست ای اهل بهشت، و همچنین شما غمگین و محزون هم نمیشوید. خب سوره اعراف آیات 48 و 49. خب با این آیات ها این باب را آیاتش با آخر رسید. اکنون حدیث ها را میارد. حدیث 601. و عن عیاض ابن حمار رضی الله عنه قال، از عیاض ابن حمار رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ان الله اوحى الی، یعنی الله سبحانه و تعالی برای من وحی فرستاد، ان تواضعوا، اون وحی چی بود؟ ان تواضعوا یعنی شما تواضع بکنید، شما فروتن باشید ای مسلمان ها، حتی لا یفخر احد علی احد، تا اینکه فخر نکند کسی بالای کسی دیگر، یعنی فخر از بین برود، شما متواضع باشید، خاکسار باشید. ولا یبغی احد علی احد، و همچنین ظلم نکند کسی بر کسی دیگر، کسی بر کسی دیگر ظلم نکند. وقتی که تواضع باشد، خاکساری باشد، پس در حق دیگرها ظلم نمی شود. خب این حدیث 601. این حدیث را میگه رواه مسلمون، امام مسلم روایت کرده است در کتاب ما، اما امام مسلم روایت نکرده است، حدیث ابو داوود است. به هر صورت میگه امام مسلم روایت کرده است، اما حدیث ابو داوود است. خب حدیث 602. و عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ما نقصت صدقه من مال، یعنی که کم نمی کند صدقه ثروت را، صدقه ثروت انسان را، مال انسان را کم نمی کند. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا،
و زیاد نمیکند الله سبحانه و تعالی برای بنده به سبب گذشت و بخششش مگر عزت را، یا بهترش ما را ترجمه نمیکنیم، زیاد میکند الله سبحانه و تعالی بنده اش را به سبب گذشتش عز، یعنی شرف و عزتش را بالا میکند. و ما تواضع احد لله الا رفعه الله، و فروتنی، و ما را ترجمه نکنیم، فروتنی کند هر کسی از برای الله، رفعه الله، یعنی الله سبحانه و تعالی اون بنده را قدر و منزلتش رو بالا میکند. یعنی کسی که به خاطر الله فروتنی و تواضع میکند، الله این بنده را قدرش رو، منزلت و جایگاهش رو در نزد خودش بالا میبردارد. خب بعد از این حدیث 603 و عن انس رضی الله عنه، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است، انه مر على صبیان فسلم علیهم و قال، هر آینه وی، یعنی انس رضی الله عنه، مر على صبیان، یعنی گذشت به نزد کودکانی که فسلم علیهم، پس سلام داد میگه حضرت انس همون کودکا را، و قال، و انس رضی الله عنه گفت که کان النبی صلی الله علیه و سلم یفعله، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار انجام میداد، همین کار انجام میداد، گفته حضرت انس هم انجام داد. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 604 و عنه قال، و از وی روایت است که گفت، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت، ان كانت الامه من اماء المدینه لا تأخذ بيد النبي صلی الله علیه و سلم فتنطلق به حیث شاءت. این کانت، یعنی چقدر بسیار بود، الامه من اماء المدینه، یعنی کنیزان از کنیزان مدینه، دخترچکای خوردکه که از دخترچکای خوردکه که مدینه ده بودن، یا کنیزای خوردکه که در مدینه بودن، لا تأخذ بید النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی حتما میگرفت از دستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فتنطلق به حیث شاءت، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میبرد حیث شاءت، هر جایی که میخواست، یعنی میبردش، میگو اینجا بیا بریم، میرفت پیغمبر قطیش، میگو اوسی بریم قطی هم کودک میرفت. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام قائل بود در کودک و طفل، و هر جایی که میبردش میرفت و تواضع داشت، یعنی که با تواضع بود که این کار را میکرد. اگر تواضع که نباشد، کودک جای دست بگیره رفتن میگیری، حتما نمیروی. خب این بود حدیث 604. بعد از این حدیث 605 انشاءالله، حدیث 605 درس آینده انشاءالله حدیث 605 رو میگیریم. این است انشاءالله درس امروزه. با همین درس امروزه با آخر رو تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.